سلام عزیزان، امیدوارم سلامت باشید. من امروز پیامی داشتم از یکی از مخاطبین که خب حالا به من لطف داشتم و از من خواستن که کوچ ایشون باشم. من خدمتشون عرض کردم که در چه حوزه‌ای میخواید شما کوچ، و ایشون با تعجب پرسیدن که خانم دکتر مگه کوچینگ تخصص میخواد و در یک حوزه خاصی باید کوچ داشته باشیم؟ مگه کوچینگ عمومی نیست؟ نه عزیزان، کوچینگ عمومی نیست. اگر فردی ادعا میکنه که در همه زمینه‌ها از جمله توسعه فردی، نمیدونم شیوه درس خوندن، بازاریابی، توسعه شغلی، تولید محتوا، وکالت میتونه کوچ شما باشه، ایشون کلاهبرداره. و ما کوچینگ رو در حوزه‌های تخصصی مختلف داریم و اون فرد حتما باید تخصص لازم که داخل پرانتز باید دانشش رو داشته باشه. منظور من تخصص تجربه نیست و دانش هست داشته باشه. سلامت باشه.